جناب قیاسی، وزیر مهاجرت کانادا اخیراً در پیامی اعلام کرده که همه دانشجویان نمیتونن در کانادا بمونن. این پیام باعث ایجاد نگرانی برای برخی از دانشجویان شده. شما چه توصیه‌ای برای دانشجویان دارید؟ خب این که وزیر مهاجرت گفته نمیتونن دانشجوها بمونن یه چیز جدیدی نیست و تو قوانین مهاجرت هم نداریم که هر دانشجویی میتونه بمونه تو کانادا. اتفاقا این یه راهنمایی خوبی هست که کسایی که میخوان از به عنوان دانشجو بیان کانادا حواسشون باشه در چه رشته‌ای میخوان درس بخونن و اینکه بعد از فارغ التحصیلیشون پلنشون چیه، میخوان برگردن کشورشون یا میخوان اینجا بمونن. اگه میخوان اینجا بمونن باید شرایط کاری بعد از تحصیلشون هم در نظر بگیرن، تو رشته‌ای تحصیل کنن که بتونن وارد بازار کار بشن و اینجا کار پیدا کنن. در صورتی که سابقه کار در کانادا داشته باشن میتونن اقدام به اقامت دائم کنند و در کانادا بمونن.